و بگذار صندوق از چوب عقاقیا بسازند که درازیش 2.5 زیرا و فراخیش 1.5 زیرا و قدش 1.5 زیرا باشد و آن را با طلای خالص بپوشان، از درون و از بیرون آن را بپوشان و بر آن گرداگرد افسری طلا بساز و برای آن 4 حلقه طلا بساز و بر 4 گوشه آن وصل نما. 2 حلقه را بر یک پهلویش و 2 حلقه را بر پهلوی دیگرش. و دستک ها از چوب عقاقیا ساخته آن را با طلا بپوشان و آن دستک ها را به حلقه هایی که بر پهلوهای صندوق است داخل نما تا که صندوق به واسطه آنها برداشته شود. آن دستک ها باید در حلقه های صندوق بماند و نباید از آن دور کرده شود. و شهادتی را که من به تو می دهم در صندوق بمان. و سرپوش از طلای خالص بساز که درازیش 2.5 زیرا و فراخیش 1.5 زیرا باشد. و 2 کروبی از طلا بساز، آنها را 1 لوح از 2 کنار سرپوش بساز. و 1 کروبی را از این کنار و کروبی دیگر را از آن کنار بساز. کروبیان را از خود سرپوش بر 2 کنار آن بسازید. و کروبیان بالها را در بالا پهن کرده سرپوش را با بالهای خود خواهند پوشانید و رویهاشان سوی یکدیگر خواهد بود. رویهای کروبیان سوی سرپوش نگران خواهد بود. و سرپوش را بر صندوق از بالا بمان و شهادتی را که به تو می دهم اندرون صندوق بمان. و در آنجا من به تو ظاهر گردیده از بالای سرپوش از میان 2 کروبی که بر صندوق شهادت می باشند با تو سخن خواهم راند و درباره هر آنچه به واسطه تو و بنی اسرائیل امر خواهم فرمود.